بیهوش شدن امام حسن و امام حسین علیه السلام بعد از ودا با مادرشان که ملائکه را به گریه انداخت. زمانی که امیرالمؤمنین حضرت زهرا را غسل و کفن کردند فرمودند: ای حسن جان، ای حسین جان، وارد شوید و با مادرتان وداع کنید. امام حسن وارد شدند و خودشان را بر بدن مادر انداختند و بوسه‌ای بر صورت مادر زدند و فرمودند: یا امه کلمینی، مادر با من حرف بزن قبل از اینکه روح از بدنم جدا شود. سپس امام حسین آمدند و صورت خود را کف پای مادرشان گذاشتند و فرمودند: یا امه انا ابنک الحسین کلمینی، مادر من حسینم، با من حرف بزن قبل از اینکه قلبم بیستد. امیرالمؤمنین با دیدن این صحنه آنقدر گریستند که صدای نالهشان بلند شد. ناگهان حضرت زهرا به اذن خدا چشمانشان را گشودند و حسنین را به سینه چسباندند و گریه کردند. همان لحظه ندایی از آسمان آمد: